خب گاش پارت سوم این که به جای هر یه به جای هر ثابت دونه TNT میذاشتیم، از این به بعد این کار نمیکنه. به جای هر یه لایت یه دونه اسکلتون و به جای هر یه ثابت که بگیریم دونه TNT میذاریم. خب بچه ها الان ما 74 تا ساب داریم، 74 تا دونه ساب داریم، یعنی باید 74 رو ضرب در 2 کنیم و به اندازه همونقدر TNT بذاریم. من میخوام حالا برم سراغ TNT گذاشتم. شما این ویدیو رو حتما لایک و ساب کنید. خب گاید ما این کار انقدر ادامه تا برسیم به 100 تا دونه ساب. الان 74 تاییم، به 100 تا ساب رسیدیم روشنشون میکنیم.